از نظر بنده چهره‌های خبرساز سال 2014 خیلی زیاد بودن، ولی اگر از بین اونا ما مهمترینشان انتخاب کنیم، الکساندر صادقوف رو گفتم. ممکن است اون پژوهشگری تاجیک تباری که در انیورسیته در دانشگاه تورنتو تحصیل میکند و اینجا تاجیکستان آمده بود برای یک تحقیقات علمی و از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان دستگیر کرده شده بود و سر و صداهای زیاد، خیلی زیاد پیدا کرد در سراسر تاجیکستان و سراسر جهان. بعداً چهره دیگری خبرساز سال 2014 از نظر من این روزنامه‌نگار اولگا توتوبالینا بود که در طول ماه‌های زیاد با مقامات سودی تاجیکستان کشمکشی‌ها داشت به خاطر یک اقتباسی که از ولادیمیر اولیانوف آورده بود. با محکمه کشیده شد از جانب یک گروه به خود به نام زیاییان. سپس چهره دیگری که وردی زبان ها بود در طول سال 2014 این سرباز جبر دیده شهبال میرزایف که خیلی زیاد از جانب واسطه‌های اخبار عامه پیگیری شده بود. همچنین این شهبال میرزایف به خاطر آن وردی زبان ها بود که گروهی فعالان جامعه شهروندی سازمان های مدافع حقوق از این پرونده پیگیری کردند و نگذاشتند که تقدیر شهبال میرزایف مثل دیگر سربازان لطوکوب شده به نام و نشان ماند. همچنین در طول سال 2014 در مدت زیاد در سرخط خبرها نام عمرعلی قواتوف، یک مخالف رژیم امروزه تاجیکستان که در مسکو اقامت دارد و از جانب مقامات امنیتی دبی یا خود امارات متحده عرب دستگیری شده بود به خاطر در اساس طلبی که تاجیکستان عاید به دستگیر کردن عمرعلی قواتوف به اینترپول فرستاده شده بود و در طول ماه‌های زیاد ادوکات های عمرعلی قواتوف توانستند اثبات کنند که این پرونده سیاسی است و عمرعلی قواتوف آزاد شد. اگرچند که سال 2014 رو باز با نام عمرعلی قواتوف واسطه‌های اخبار عامه انجام می‌رسانند، چون این دفعه این مخالف رژیم در ترکیه در استانبول دستگیر شده است و حالا معلوم نیست که تقدیر او چی می شود. باز یک چهره سیاسی دیگر، یک چهره خبرساز دیگر در سال 2014 این ادوکات مشهور شهرت قدرتوف بود که حبس او سر و صداهای زیاد به وجود آورد و اکثر کارشناسان به اون عقیده هستند که این حبس این پرونده که علیه او باز کرده شده است پرونده سیاسی است، نه جنایی، و همین است که سر و صداها در اطراف این نام هم در طول سال 14 زیاد بودند. اصلا همانهایی را چهره سال میگویند که در سالی که گذشت نقش در تاریخ گذاشته باشند. اگر از این نقطه نظر نگاه کنیم، برای تاجیکستان یکی از چهره هایی که بیرون از تاجیکستان را معرفی کرد این هنرمند ممتاز و کارگردان به همتای تاجیک برزو عبدالرزاقوف بود که چندین نمایشنامه های او در صحنه های تئاتر بیشکک جایزه های گوناگونی جهانی گرفتند و هنر این تاجیک پسر اعتراف کردید. نفر دیگری که
درباره او زیاد گفتند در مطبوعات بیرون از تاجیکستان، ولی متاسفانه در داخلی تاجیکستان خیلی کم گفتند. این گراسیمینکا بود که سهم او در کشف استروید بسیار نظررس است و این اعتراف او یک نفر تاجیکستان را بار دیگر همچون ابراز مثبت معرفی کرد. نفر دیگری که در سال گذشته هرچند در بیرون از تاجیکستان درباره‌اش زیاد گفتند و در داخل کم گفتند، این کامرانشاه اوستوپریان بود، چمپیون جهان شد و ابروی نفوذی تاجیکستان را در عرصه ورزش بلند برداشت. و دو نفر از سیاستمدارانی که عموما خط فعالیت سیاسی تاجیکستان به آنها وابسته است و همه ساله میتوان آنها را در ردیف چهره ها گذاشتین، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و پرزیدنت تاجیکستان امامالی رحمان است. اولی با موقع گیری هایش در قیاس اوکراین بار دیگر نشان داد که چگونه موقع و چگونه برخورد با کشورهای پساشوروی گردنشق دارد و این عملی که او در قیاس مثلا کریم یا که شرق اوکراین صادر کرد بار دیگر یک گونه هشدار به کشورهای دیگر پساشوروی بود که اگر به غضب روسیه دچار شوند چه خواهد شد. در سیاست داخلی تاجیکستان هم ولادیمیر پوتین تا هنوز با وعده های آسمانکف اقتصادی معروف است، ولی بدبختانه تا هنوز کمک عملی از جانب روسیه نشده است. امامالی رحمان باشد در سال گذشته بزرگترین چهره‌نمایی که داشت در سازمان همکاری شانگهای بود که در دوشنبه در کاخ نوروز دایر گردید و نه تنها شکوه و شهامت این جشن با این بنای نوساخت که شاید در عرصه منطقه نظیر ندارد بیشتر شد، بلکه رهبران بلندپایه بسیاری از کشورها به تاجیکستان آمدند و این معرکه بزرگ بین خلقی به یگان حادثه ناخوش، به یگان پیامد بد انجام یافت. از نقطه نظر خبرسازی مسئله های سیاسی پیشگام است، بنابراین در این سمت پرزیدنت جمهوری امامالی رحمان و همتای او پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین برای مطبوعات هم تاجیکستان و هم منطقه از چهره‌های سیاسی خبرساز بودند که فکر میکنم احتیاج به شرح ندارد. از شخصیت های داخل جمهوریمون چون سالهای پیش یک چند نفر بخصوص در دوام سال 2014 از شخصیت های خبرسازی مطبوعات ما و منطقه بودند. پیش از همه این چهره ها رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زاهرов بود که امسال نسبت به سالهای پیشین نه همچون سروری حزب بلکه بیشتر به حیث حقوقدان خبرساز بود. در آغاز سال اگر فعالیت‌های وابسته به حفظ حقوق انسان و بسیار چهره سازی میکرد، در نیم سالهای دوم وابسته به قضیه ادوکات شهرت قدرتوف که نیز معاون او در حزب هم به حساب می رود، این چهره سازیش باز هم تابش نو پیدا کرد. و شخصیت دیگر این چون سالهای پیش محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که او بیشتر یک نوع در این دوام سال 2014 یک نوع نقش به همسازنده حزب نهضت اسلام با جامعه تاجیکستان و یک نوع به اصطلاح میانرو یا خطا اصلاح کنی روندهای حزبیش در جامعه تاجیکستان بیشتر معرفیت پیدا کرد و به سرخط
مواد مطبوعاتی تبدیل یافت و چهره دیگر البته این یکی از مخالفین آشتیناپذیر حکومت تاجیکستان که در تعقیبات هم هست و در خارج به سر میبرد، این عمرعلی قوتوف سرور سازمان به اصطلاح سازمان گروه 24 است که یک دعوت غیر واقعی خود که در روز 10 اکتبر به مردم تاجیکستان را به گرد همایی دعوت کرد و هم عجایب کار در آن بود که توجه روزنامه‌نگاران بیشتر به آن روانه شد که خود او در خارج بود و نمیتوانستم که این گونه اگر در حالت برگزار شوی هم این گونه گرد همایی را راهبری کند یا با اون تاثیر رساندن تواند. بنابراین از با تابش تنقیدی یا از نقطه نظر تنقیدی بیشتر این چهره بخصوص در قسمت دومی نیم ساله دومی سال روان با چهره های خبرسازی وسایل اطلاعاتی عمومی ما قرار گرفت. تا جایی که من فکر میکنم و این فکر انفرادی من است، البته در این بین 5 شخصیتی که در سال خود رو بیشتر معرفی کردن و پندور ما نخست باید از امامعلی رحمان پرزیدنت کشور نام برد به اون خاطره که کاری که امامعلی رحمان در ماه سپتامبر کرد در تاریخ دولتداری و سیاستمداری آسیای مرکزی و دولت‌های پساشوروی قریب انالوگ نداشت. امامعلی رحمان سروری دولت خیتای رو به خانه خود دعوت کرد، با زن و کودکایش، زن و عائله این سرور ابرقدرت رو پیشواز گرفت و با دست خود به او خوراک داد و این ژست یا خود رفتار سیاسی امامعلی رحمان رو در کشور بزرگ همسایه ما خیلی خوب قبول کردن و اونی که دولت خیتای برای رشد صنعت و اقتصادیاتی ما 6 میلیارد دلار جدا کرد و اونها خواهند داد، چون که اونها روس نیستند، اونها در کرمل زندگی نمیکنند، در مسکو نیستند، اونها در پکینند و دروغ نمیگویند، شرقی هستند. این پول حتما می آید و به فکر من این همین سرچشمه از ژست بسیار عاقلانه سرور دولتی ما میگرفت. خب در جای دوم من میخواستم محمد سید عبیداللهویچ رو بگذارم، چون که میری شهر دوشنبه چون سالهای قبلی در عرفه عیدهای بزرگترین مسلمانی رمضان و قربان باز هم پهلوی ما قرار داشت و با تعبیر خودش پارازیت های بازار، حتولکاران و اون سپیکولانت هایی که نرخ را بالا میبرداشتند با آنها محاربه کرد و تا جای توانست موفق شود که نرخ گوشت و پوست و مال و مواد نیاز مردم بالاتر نروند. زیرا اگر اینها به اختیار خود می بودند با اون ایمانی باریک و ضعیفی که دارند نرخ را بالاتر می بردند. چهره سوم سال 2014 و پندور من محسن مسلیموویچ محمدیوف مربی منتخب ملی تاجیکستان بود که در این سال توانست 6 بازی گذراند و در 3 بازی منتخب ملی ما در آسیایی، یعنی که بر افریقا، تایلند و قرقیزستان دست بالا گردید و 3 تورنه اروپایی برای نخستین بار گذرانید و منتخب ما را به اروپا برد و در کشورهای فوتبالی نظیر استونیا، بلاروسیا و قزاقستان منتخب ما برای نخستین بار سبقت کرد. خب چهره چهارم شناخته شده البته عمرعلی قوتوف بود و اون آوازه‌ای که راجع به میتینگ پراکنده کرد و شورای امنیتی ما رو غافلگیر نمود و مسئولین امنیتی ما رو هم ترسانید و هم از خواب ناز بیدار کرد. من فکر میکنم که این هم یک تکانی خوبی هم بود. چهره پنجم که خبرساز بود، در اینجا من سر یک موافقه نرسیدم و فکر میکنم که در اینجا
سه چهره سه قماندان‌های سابق فرانت خلقی بودند. نظیر یعقوب سلیموف که سالهای طولانی در زندان است و همه میپنداشت که در این عفو اخیری آزاد میگردد و قربانی چلو سهراب قاسیموف که به نزدیکی فوتیدند و اینها واقعا هم چهره خبرساز سال شدند. پیش از همه چهره خبرساز این خودی پرزیدنت مملکت امام علی رحمان است که روزی نیست یا که سایتی نیست دیگر چیزی که نیست که همه روزه در این موضوع صحبتی داشته باشند یا گپی خودشون گفته باشند. این چهره اولین خبرساز جمهوری است. این نه به خاطری که اون امام علی رحمان رئیس جمهور است، به خاطری که واقعا هم همین خیلی است. اگر همه روزه ورق گردونید در هم روزنامه هم در سامانه ها این چیز وای هست. یک چهره دیگری خبرساز که در قریب 1.5-2 ماه اخیر خیلی هم که زیادتر گفتن که در دوام 1 سال نسبت اون کس اینقدر گپ نبود، این شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی جمهوری تاجیکستان است که وابسته به انتخابات تعیین شده که روز 1 مارس سال آینده سال 2015 تعیین شده است از جانب پرزیدنت، وابسته به این خیلی هم چهره خبرساز شده است که واقعا هم که امروز روزنامه یا سایت سامانه نیست که همه روزه 4-5 مرتبه با این موضوع یا که با موضوع خود شیر محمد شاهیان روی نیاورد مثلا. و دیگر از چهره هایی که وای است این من فکر میکنم محمد سعید عبیدالله و اگر باز در ساحه سیاست یا که چیزی وای گیریم این محمد سعید عبیدالله نسبت اونم خبرهای خیلی زیاد شد. دیگر چیز نسبت محیدین کبیری هم که وابسته به بعضی کارهای تجاریش و کارهای سیاسیش که در سامانه ها و در مثلا روزنامه ها خیلی که نسبت اونم یکی از چهره‌های خبرساز دیگر بود. و دیگر این مسئله زید سعیدوف بود که واقعا اون مسئله که نسبت زید سعیدوف شد اونم یکی از چهره‌های خبرساز جمهوری، برای که اگر تمام در بعضی سامانه ها مخصوص لایه ها شده شدن نسبت زید سعیدوف، اون کاری سود است، لیکن به هر صورت یک چهره خبرساز کشور به حساب می رود.